سلام بچه ها، امروز میخوام برم پیش علی تتو سوالایی راجع به تتو ازش بپرسم که تا حالا هیچ جا نشنیدین و هیچ تتو کاری بهتون نگفته. علی تتو، اگه من بخوام برای آموزش تتو شروع کنم چه لوازمی لازم دارم؟ ببین، دستگاه، رنگ، پوست مصنوعی، سوزن، ژل استنسیل، کاغذ استنسیل و یک استاد خوب در 7-8 جلسه میتونه تو رو رات بندازی که بری به سمت بازار کار تتو. علی تتو، ترند ترین تتویی که الان مده چیه؟ خب کلا تتوهای مینیمال موده. ترند تره. آره، ترند تره. تتوی مینیمال راحت تره یا تتوهای سبک قدیم؟ خب قطعا سبک قدیمی که ما نداریم، ولی خب چیزی که رو موده الان فعلا مینیماله دیگه. همه الان کارهای کوچولو میزنن و ترند هم میشن و معروف هم میشن و قشنگ هم پول در میارن. من این تتوهای گریباش یا فول کالر خیلی سخت آره، سبکای خوب فول کالر و پورتره و سبک گری و اینا خب خیلی سخت بود، هر کسی نمیتونست در بیاره. خب 3-4 سال پیشم اینا رو ترند بازار بودن، کلا معروفا اینا بودن، همه از اینا میخواستن، گرگ و پلنگ و شیر و پورتره و چهره و فلان و بهمان. ولی خب داستان اومد اینجا که الان خب بیشتر الان همه مینیمال میزنن، تکس میزنن. به نظرت برای خانوما چه تتویی بهتره؟ اصولا خب اروپا خب کلا فول میزنن دیگه، فول پلم میزنن. فول کالر؟ نه، فول پلم میزنن، فول هند میزنن، به چه سبکی پارو میزنن. خب رنگی بیشتر میزنن، آب رنگ بیشتر میزنن. ولی خب ایران کلا همه خب تتوی ظریف میخوام، تتوی ظریف میخوام، تتوی ظریف پروانه میخوام، فلان میخوام، کوچولی میخوام، جیگولی میخوام، اینجوری میخوام. همینه، سبک مینیمال. آره، سبک مینیمال بیشتر، تکس میخوام. بعد از نظر قیمتی ورود به سبک داره؟ بستگی به سبک دیگه. الان کلا قیمت خب از زیر 2 تومن کلا صرف نمیکنه که. فرق خالکوبی و تتو تو چیه؟ خب این خالکوبی قوس فر نمیداره، تتو قوس فر میداره. خالکوبی وارد خون میشه، تتو وارد خون نمیشه. پوست مال 9 لایه هست. 3 لایه اول رو ما عرض حضور چیز میشه، سوزن میره. ولی خب خالکوبی خب هر جور رفته دیگه، هر جور بزنی میره دیگه. کلا رنگش هم خب قدیم خب گیاه استفاده میکردن، رنگای گیاه رو استفاده میکردن، کش شلوار کردی استفاده میکردن، عرض حضور که رنگ جوهر خودکار استفاده میکردن، تو قاشق داغش میکردن. ولی خب آره، رنگ های تتو درست شیمیایی، ولی خب شیمیایی گیاهی هستش، ترکیبی هستش که خب ضرری فعلا تا الان به کسی نرسونده. خالکوبی عمیق‌تر یا تتو؟ خب خالکوبی عمیق‌تر، وارد خون میشه و خب پوست هم در نمیاد و عرض به حضور و خب اون طرحایی که در تتو در میاد خالکوبی در نمیاد. پس تتو پیشرفته خالکوبی. تتو خب یه 30 سال پیش انقلابی در تتو شد و دستگاه‌های تتو وارد شد و خب رنگش و لوازمش، سوزنش و یک بار مصرف بودنش و بهداشتی بودنش خب محبوبش کرد تتو رو. ولی خب خالکوبی خب یه سری بیماری‌هایی رو خب ایجاد کرد، هپاتیت و ایدز و فلان و بیماری پوستی و با یه سوزن به 10 نفر بزن و اینجوریه. علی تتو، اگه من بخوام تتو یاد بگیرم چند جلسه طول میکشه؟ 7-8 جلسه، شاید 10 جلسه، مونده به استاد به استاد فرق میکنه. بعد بودجه‌ای که باید بذارم چقدره؟ بستگی به استاد هست. آموزش از 15 میلیون، 20 میلیون، 35 میلیون، 40 میلیون شروع شده. بستگی به رنج قیمت هر استادی هستش. حداقل هزینه‌ای که میتونم بذارم برای لوازم تتو چقدره؟ 7 تومن میتونی شروع کنی، 10-12 تومن میتونی شروع کنی، 15 تومن، 20 تومن، 30 تومن، بستگی به جیبته. ولی خب اگر میخوای که فقط شروع کنی با بودجه کم، با 7-8 تومن هم میتونی شروع کنی. بعد از 7-8 جلسه میتونم تتو رو پوست معمولی بزنم؟ به شرط اینکه استاد بالا سرت باشه و اولین کارتو پیش استادت بزنی. آره میشه. فرق پوست مصنوعی با پوست طبیعی چیه؟ پوست مصنوعی زدن راحته، یه دستی میزنی. ولی خب پوست طبیعی روی انسان داری میخوای روی مشتری کار کنی، باید یه دستت بکشه، یه دستت بزنه. خب پوست مصنوعی نبض نداره، درد نداره، آخوخ نداره، فلان نداره، بهمان نداره. ولی خب پوست طبیعی درد داره، نبض داره، برآمدگی داره، بالاخره اینا رو داره.
استرس داشته باشی طبیعیه دیگه. طبیعیه. ممکنه خراب کنم پوستت. قطعا احتمالاً چند تا کار اول خراب کنی، 2 تا کار خوب بزنی، 2 تا کار بد بزنی، بعد کم 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 کم. برای کسی که بیش از 10 ساله داره تتو میزنه و تتو آموزش میده، برای کسی که اولین بار میخواد تتو بزنه چه تتویی پیشنهاد میدی؟ ببین تتویی من پیشنهاد نمیدم، باید تحقیق کنه علاقه هاش، نماد، چیزی که عددی، نمادی، طرحی، عکسی، چیزی که ازش الهام میگیره، انرژی میگیره برای هدفش، برای پیشرفتش، دوست داره، خوشحالش میکنه، خب میتونه نمادش رو بزنه، چون هر نمادی داره انرژی فرکانس ارتعاش رو تبدیل به شخصیت تو میشه. واقعا هر روز برای تو تلقین آور هستش. مینیمال باشه یا بستگی داره به خودش. یکی عکس مادرش میزنه، یکی عکس پدرش میزنه، عکس خانوادگی میزنه، تکست میزنه، شکلکای کوچولو میزنه، حالا به نام مینیمال. میشه تتویی که میزنی بعد چند سال عوضش بکنی یا روش که تتو بزنی؟ آره کاور میشه کردش. اصلا تتو درد داره؟ اسمش روشه دیگه، سوزن میره توش، سوزن میره تو پوست بدن. تتو قطعا درد داره ولی هر چیزی خب بالاخره تاوانی داره. دخترها بیشتر دردشون میگیره یا پسر؟ ببین خانوما چون در طول اسخایی میکنن، در طول ماهانه میشن، آستانه تحملشون بسیار بالاست. از یه دختر 14 15 16 ساله گرفته تا حالا الی آخر آستانه تحملش بیشتره. در یک سری از آقایون هم خب شاید بدنشون آنورمال هستش و عرض به حضور که درد و احساس نمیکنن. کجاهای بدن بیشتر درد میگیره؟ خب ببین جایی که استخوان آرواره شکم و قوزک پا به شدت دردآور و اشک‌آور من دیدم خیلی‌ها رو. برای درد نکشیدن یا بی‌حسی چیکار می‌کنی؟ ببین بی‌حسی‌های خیلی مختلفی بود. قبلا با زایلاپی شروع کردیم، اون شاید 8 9 10 سال پیش از 10 سال پیش خب زایلاپی خب ترند بود، TRX ترند بود، بی‌حسی مورچه بود، بی‌حسی عقرب بود، بعداً بی‌حسی‌های یخی اومد، هینه‌کار اومد. اونا قبل کار بودن، اینا هینه‌کارن. الان هم یه سری نسل جدیدی از بی‌حسی اومده که خب یه قطره میریزی تو تشتک رنگو بدون بی‌حسی، بدون اینکه قبلش شما سروش کنی، یه قطره میریزی تو تشتک و کلا شروع میکنه به کار، طرف دردش نمیاد دیگه، همون لحظه بی‌حس میشه دیگه. چرا بعد از یه مدت رنگ مشکی تتو آبی یا سرمه‌ای میزنه؟ خب ببین قدیم ها اگر انجام میشد و تتو مشکی به صورت آبی در میومد، خب اون موقع خب اصلا تتو آرتیست ندونسته از ناآگاهی رنگ‌های جت بلک میگرفتن. جت بلک خودش ذاتاً تتو رو زدی خب کلا به آبیوار میشه، آبی طور میشه. منتها خب یه سری هم عوامل هست که خب باعث میشه خب تتو بعد اینکه شما زدی به آبی تبدیل بشه، یعنی به آبی طور بشه. چه عواملی؟ خب بستگی داره. خب حین کار شما وازلین استفاده میکنی، خب از دستمال مرطوب استفاده میکنی، تتو آرتیستت عرض به حضور زود میری دوشتو میگیری، اینها باعث میشه. منتها الان خب یه سری رنگ ها اومدن خب برای آب هوای خشک مثل آفریقا، یه سری رنگ ها اومدن جهت مناطق کوهستانی که خب عین ما هستش، یعنی مرطوب، بدن ما مرطوب هستش، یعنی رنگ مشکی ترین رنگ هم استفاده میکنی چون مرطوب بدن ما میزنه آبی میکنه. ولی خب یه سری رنگ ها هستن خب که خب همون مشکی میمونن، ولی خب باز یه درصدی البته